قدیما میگفتن اگر کسی تو زندگیش مشکل داره بره پیش تازه داماد و تازه عروس تقاضای دعا بکنه که اینا مستجاب الدعا هستن. شنیدید اینو؟ شما قبول دارید؟ عزیزمون میگه نه، تازه داماد تازه عروس مستجاب الدعاست، حق هم داره. ولی اگر تازه عروس و تازه داماد مستجاب الدعا نباشه، اون پدر سال خورده ای که 80 سالشه هرچی شهوت بوده تمام شده، اگر دختر 15 ساله ملکه زیبایی دنیا هم جلوش بذاره دیگه تحریک نمیشه. اینو یقین بدونید که اون پدر مستجاب الدعا نیست، چون اگر دلش هم میل بکنه دیگه هیچی نمانده که میل بکنه. ولی کسی که 25 سالشه شهوت به اوج، مشکلات داماد شدنم به اوج، خرج و مخارجم اوج، موانع برای به عفت رسیدنم وجود داره، برای پایمال شدنم وجود نداره. زن حلال 50 میلیون تومان، حرام مفتی. این جوان اگر شهوتشو کنترل بکنه، از خدا بترسه، تسلیم امر خدا بشه، به ازدواج پناه ببره، یعنی به خدا پناه برده. کسی که میتونه زنا بکنه بگه من از خدا میترسم، خدایا کمکم کن تا ازدواج کنم، من نمیخوام شرمنده تو باشم یا رب، تو صاحب فضلی بر من. به نظر شما این جوان مستجاب الدعا نیست؟ چقدر خوب گفتن این پیرمردای گله‌دار. و در حدیث وارد شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، خداوند در حدیث قدسی اعلام کرده که 3 نفر بر من واجبه که ازشون حمایت بکنم. نفر اول مجاهدی که اسلحه گرفته فقط برای رضای من، نه برای شهرت، نه برای غنیمت و مال، برای وعده هایی که بهش دادن تو رو فلان میکنیم، تو رو فلان میکنیم، فقط برای نشر دیر من و رضای من جهاد میکنه، من اینو باید نصرت بکنم. نفر دوم جوانی که در معرض خطر فحشا هست، برای حفظ عفتش رو به ازدواج می آورد که عفتش رو حفظ بکنه و از من میترسه. فقط گفته حتی این جوان اگر فقیرم باشه، من از فضل خودم، بی منت پدر و مادرش، من از فضل خودم از در غیب کمکش میکنم و غنیش میکنم. جوانی که جز به این 3 نفره و خدا میگه من ازش حمایت میکنم، این مستجاب الدعا نیست؟ ولی امروز آیا کسی میپذیره که بره پیش تازه دامادا بگه التماس دعای خیر دارم، دعای شما مستجاب میشه، من مریضی دارم صعب العلاج، دکتر گفته من کاری از من ساخته نیست، گفته فقط دعا میتونه کارساز باشه. دامادی که مسته، هنوز اون نعشگی با دیشبش که شب آخر عروسیش بود، دست ارکستر همه مست، زن و مرد میرقصیدن. عروس خانم هم از ساعت 10 صبح بردن آرایشگاه، نماز ظهر و نماز عصر و نماز مغرب و نماز عشا نخونده. التماس دعای خیر داری. آقا دامادم که نماز نخونده، مشروبم خورده، مراسمش هم پر از مشروب بوده، که بی عفتی. چرا برادرمون سرشو اینطوری میکنه؟ تازه داماد مستجاب الدعا نیست. از کی مستجاب الدعا نشده؟ از زمانی که پشت کردیم به فرهنگمون، به دینمون، به آیینمون. من میخوام شاد باشم، بیا لطفی، بیا ارتا بزنیم کیف بکنیم. هم در شادی و هم در غم. اگر مؤمنی در روز جمعه اهل قبله باشه، اهل تقوا باشه، اهل خدا باشه، در شب جمعه یا روز جمعه بمیره، دفن نبا، بمیره،
حالا دفنش هم شنبه باشه جای خودش، ولی اگر در شب جمعه یا روز جمعه بمیره از عذاب قبر در امانه. و اگر در مدینه هم بتونه کسی بمیره، یعنی خودکشی نکنه اونجا، مرگ طبیعیش اونجا بیاد، بره سفر عمره، اونجا تقدیرش باشه که بمیره، اولین گروه که قبر ازشون باز میشه بعد از پیامبر اهل بقیع هستن، قبرستان بقیع در مدینه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کسی میتونه در مدینه بمیره در مدینه بمیره، یعنی از خدا بخواهد که اگر میخواهی اجلم را برسانی طوری باشه که من تو مدینه باشم. حضرت عمر رضی الله عنه دعا میکرد خدایا شهادت در راه خودت و دفن و مرگ در شهر پیامبره. یکی میگفت یا امیرالمومنین این چه دعایی است؟ میگه شهادت خب باید شمشیر برداری برید بیرون، بعدم میگه مرگ در شهر پیامبره. گفت شما چی میدونید؟ الان من خودم میدونم چه دارم میگم. سبحان الله. تو محراب پیامبر در شهر پیامبر ایستاده بود، از پشت خنجر زرتشتی و مجوسی خورد، تو محراب ایستاده بود. وقتی که ضربه خورد کسی رو فرستاد، گفت نگاه کن کی به من ضربه زده. گفتن یک مجوسی فارسی ابو لولو. گفت الحمدلله که از خودم و از مسلمانا کسی این کارو نکرد، الحمدلله به آرزوم رسیدم. بعد فهمید که این خنجر دولب بود و زهرآلود و شهادتش در همین ضربه است، دعاش مستجاب شده. پسرش عبدالله رو فرستاد پیش ام المؤمنین عایشه رضی الله عنهما. گفت برو سلام مادر برسان، بگو که امیرالمؤمنین ضربه خورده و امید داره که این ضربه شهادت باشه. یه خواهشی از شما داره مادر، این حجره و اتاقی که هست مال شماست. یک قسمت حجره پدرت خوابیده ابوبکر، یک قسمت حجره هم شوهرت و همسرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اونجا حق توست، تو با اونها محرمی، ولی من دوست دارم که بین این دوتا باشم. خواهش میکنم، حق شماست، ولی اجازه گرفتم، یعنی اگر شما اجازه بدید من بیام اونجا کنار این دو بزرگوار دفن بشم. آدم باید برای خودش تلاش بکنه. خنجر خورده ولی خون ازش داره میره، ولی به فکره که کجا دفن بشه. آخر ام المؤمنین گفت باشه سلام امیرالمؤمنین برسان، بگو اشکال ندارد شما اینجا دفن بشوید، منو در قبرستان بقیع دفن کنید. چون من همیشه میشنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که همیشه اسم این دو نفر بر زبانش بود، اگر بیرون میرفت میگفت خرجت انا و ابوبکر و عمر، اگر داخل میآمد میگفت دخلت انا و ابوبکر و عمر، اگر می نشست اگه بلند می شد همه حرف و حدیثش این دو نفر بود. اما اون سه جمله‌ای که باید برای صاحب تعزیه بگید، پس سه تا جمله باید خود اون مصیبت دیده بگه. چی شد؟ انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. به فارسی هم بگید. سه تا جمله باید کسی که برای تعزیه میره به مصیبت دیده بگه. اعظم الله اجرکم، خدا اجر شما را بزرگ قرار بده.
به شرطی که صبر کنید. و احسن عزاءکم، هم دعاست و هم تذکره. و عزاداری شما را حسن، زیبا، نیکو، به گفته خودمون جون قرار داد.